به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های عزیز، دختران گلم و پسران شیرین. خوب هستید؟ امیدوارم خوب باشید. خوش آمدید به برنامه خودتان. موضوع داستان امروزی ما دروغگویی است. روزگاری در یک سرزمینی خیلی دور دیهه‌ای بود. این دیهه در پشت تپه‌ها و کوه‌های سرسبز پنهان شده بود. دیهه پر از درختان میوه‌دار و سفیدارهای بلند بود و گاهی باد از تپه‌ها می‌وزید و شاخه‌های درختان را تکان می‌داد. پسرک با پدر و مادرش در یک کلبه در بالای این دیه زندگی می‌کردند. نام این پسرک وحید بود. بچه‌های عزیز، چون آنها دور از شهر و در بالای یک دیه زندگی می‌کردند، برق نداشتند و با فانوس و شمع خانه‌شان را روشن می‌کردند. وحید به کتابخانه علاقه زیادی داشت، اما چون دیهشان دور از شهر بود، کتابی زیادی نداشت. وحید برای خواندن فقط 4-5 تا کتاب داشت که چندین بار خوانده بود. وی هر شب با نور ماه کتابش را می‌خواند. روزها به پدر و مادرش کمک می‌کرد. یک روز مادرش وحید را صدا زد و گفت: پسرم، در پایان دیه بچه‌ها بازی می‌کنند. تو هم اگر خواستی برو با بچه‌ها بازی کن. وحید گفت: بسیار خوب مادر جان، حاضر می‌روم. مادرش گفت: وحید جان، پیش از تاریک شدن به خانه برگرد. وحید: خوب شده است مادر جان، خی من رفتم، گفت و دوان به پایان دیه رفت. در آنجا دید که بچه ها مشغول توپ بازی بودند و آنها کمی توپ بازی کردند و همانجا با عزیز دوست شد. عزیز هم مثل وحید کتاب خواندن را دوست می داشت. او به وحید گفت که برایش از شهر یک کتاب نو خریدند. او این کتابش را بسیار دوست می داشت. کتاب با جلد سبز رنگ و پر از عکس‌های رنگارنگ بود و درباره مد و جزر آب دریا بود. او هر کجا که می رفت کتابش را با خودش می برد. عزیز با وحید به خانه وحید آمدند. وحید دوستی نوش را به مادرش شناس کرد و عزیز را به خانه دعوت کرد و به کلبه‌شان در آمدند. آنها تمام روز با هم بازی کردند. بی خبر ماندند که هوا کمی تاریک می شد. ناگهان عزیز گفت: ای هوا تاریک شده است، من باید به خانه برگردم. وی با دوستش خیر و خوش کرد و به خانهشان برگشت. چون که هوا تاریک می شد، عزیز با شتاب به سوی خانهشان دوان رفت و از سراسیمگی کتابش را همانجا در کلبه وحید ماند. وحید هم به دوستش چیزی نگفت. میخواست چند روز کتاب در پیشش باشد و او هم کتاب را خواند. وحید کتاب را همان شب تا نصفش خواند. چشمانش از بسیار در تاریکی و در نوری کم کتاب خواندن
سرخ شده بود. پگاهی آن روز هم دیرتر از خواب بیدار شد. مادرش از وحید پرسید که برای چی چشمانت اینقدر سرخ شده است؟ در همین وقت اولین بار بود که وحید به مادرش دروغ گفت. زیرا فکر میکرد که اگر مادرش بفهمد که کتابی دوستش را به او نداده است، ممکن بود مادرش به او بگوید که باید کتاب را به صاحبش برگرداند. مادرش به وحید گفت که پسرم، وقتی تو خواب بودی دوستت عزیز آمد و پرسید که کتابش را اینجا نمانده است. تو نمیدانی؟ پسرم، کتاب عزیز کجاست؟ اینجا نمانده است. وحید که چهرهش سرخ شده بود و گفت نه مادر جان، من نمیدانم کتاب کجاست. این اولین دروغ بود که او به مادرش گفت. البته کاری آسانی نبود. به نظرش چنین می رسید که او یک آدمی دروغگوی بزرگی شده است و دروغ‌هایش یکی یکی بر روی هم جمع می شوند و مثل موج طوفان بزرگی او را به جای نامعلوم می برد. وحید می خواست شبی بعد کتاب را تا آخر بخواند و سپس به پدر مادرش همه ماجرا را بگوید و کتاب عزیز را پس دهد. اما وقتی کتاب را می‌خواند، می‌بیند که این کتاب بسیار جذاب و خواندنی و شوق‌آور و شگفت‌انگیز است. برای همین با خودش فکر می‌کند که اصلا این کتاب پیش خودم بماند. به صاحبش نمی‌دهم. خیلی کتابی خوبی است. شب دیگر کتاب را به دستش گرفت، اما این دفعه با دفعه پیش فرق داشت. چیزی در درون وحید تغییر کرده بود و وقتی هر صفحه را ورق می زد، دوستش عزیز پیش نظرش می آمد که به چهره غمگین در اتاق نشسته است و ناراحت به سقف خانه‌شان نگاه می کند. فکر می کرد که چقدر عزیز غمگین است. این که کتابی دوست داشتهش را گم کرده است. اما وحید 5 کتاب داشت. صبح روزی بعد وحید احساس سنگینی می کرد. او حتی راحت پاهایش را بلند نمی کرد. پاهایش کشیده می شد و خیلی احساسی بد و ناراحت کننده داشت و وقتی به پدر و مادرش لبخند می زد احساسی غریبی می کرد. همین طور چند روز گذشت. وحید می فهمید که چه کاری اشتباهی کرده است. او از اینکه به کسی نگفته بود کتاب پیش او هست خیلی پشیمان بود و افسوس می خورد. وحید کتاب را برداشت و به سمت خانه عزیز رفت. پشت در ایستاد. نمی دانست چطور آن را برگرداند. در را زد. عزیز در را باز کرد. چهرش غمگین و ناراحت بود. به خاطر کتابش که گم شده بود گریه کرده بود. وحید سلام کرد و کتاب را دراز کرد و گفت ببخشید، این همه مدت کتاب در دست من بود. من میخواستم آن را بخوانم، اما وقتی از من پرسیدی که کتاب در کلبه ما مانده است یا نه، من راستش را نگفتم. من متاسفم. وحید از خودش خجالت میکشید، با اینکه نمیدانست چرا این کار را کرده است. نگران بود که مبادا عزیز فکر کند که او پسری مهربان و خوبی نیست. اما عزیز با دیدن کتابش چهره‌اش شاداب و خندان شده بود و از خوشحالی می درخشید. او به دوستش وحید گفت چقدر راستگویی خوب است.
میدانم که این کار برای تو خیلی سخت بود. من از تو سپاسگزارم که راستش را گفتی و کتابم را برگرداندی دوستم. وحید احساس کرد که از خوشحالی به اندازه درختانی بلند جنگل بلند شده و قد کشید و بزرگ شدند. عزیز از وحید پرسید: میخوایی این کتاب را با هم بخوانیم؟ از آن روز عزیز و وحید مثل دو تا دوستی خوب و مهربان همیشه با هم بودند. با هم بازی می کردند و روزهای شادی و خرسندی را با هم می گذراندند. خب بچه های عزیز، شما گویید به نظرتان دروغ گفتن چه احساسی به آدم می دهد؟ اصلاً به نظرتان کوچک و بزرگ بودن دروغ مهم است یا اینکه دروغ گفتن کاری نادرست و اشتباهی است؟